از عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اسلام بر 5 چیز بنیاد یافته است: شهادت دادن بر این گونه که نیست معبود بر حق مگر الله و محمد پیغمبر خداست، برپا داشتن نماز، دادن زکات، حج خانه خدا و روزه داشتن ماه رمضان. روایت بخاری و مسلم. شرح این حدیث: ستون اول اسلام شهادت دادن بر آن است که نیست معبود بر حق مگر الله و محمد پیغمبر خداست. دوم نماز را با اخلاص و محبت گزاریدن. سوم زکات مال را چون به نصاب یعنی چینک معین نموده شریعت برسد هر سال ادا نمودن. چهارم در تمام عمر 1 مرتبه حج خانه خدا نمودن، کسی که قدرت و توان رفتن داشته باشد. و پنجم روزه ماه مبارک رمضان را داشتن است.